ولا تقربوا الفواحش، و الله متعال میگه چیز دیگه که الله حرام کرده چی است؟ که ولا تقربوا الفواحش، به گناه ها قریب نشین. قریب چی مانا؟ بسیاری وقت الله نمیگه که فحشا نکو، نگفته زنا نکو، نگفته گناه نکو، گفته قریب نشو به گناه. و فیسبوکی که تو را دیگه با مبتلا میکنه و رزیاد دسته که چرخک نته، و سایت هایی که خراب است او را سهل نکو، که امرای نامحرم در یک اتاق نشی، که دخترای نامحرم در یک جای نشی، دست نته، قول نته، سهل نکو، قریب نشی، ناخو نکو. گفته ولا تقربوا الزنا، با وسایل زنا نزدیک نشو. بسیاری کساس روزی 100 دانه تصویرهای زشت و خراب برهنه را میبینه، بازی که بسیار میگه من با تقوا هستم. نه خیر از دیگه خود صاحب دیگه بیا از دی فیسبوک میای دیگه، یک روز اکی حال فیسبوک می بلش کن وسکو فرض سرت که 24 ساعت این درای مکه و مدینه در اونجا که میرن بسیاری کسا را سکنه فیسبوک که شما تو چالان سال میکنه، روز 1000 تصویر برهنه را سال میکنه. الله متعال میگه ولا تقربوا الفواحش، به فحشا و منکر و گپا، ما آنچه که ظهر آشکار است منها و ما بطن، و از آنچه که پوشیده هست از کلش دوری